حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک عزت امان که بعد استردادش از روسیه در سال 2021 در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده، اینک بیش از 2 سال باز در پس پنجره قرار دارد. روز 20 اپریل سال 2023 به سن 50 رسید، اما این علاقه سومین زاد روزش است که عزت امان در زندان تجلیل می کند. عزت امان 20 اپریل سال 1973 در دهه ظفر جماعت چاریکاران نویه رودکی به دنیا آمده، از ابتدای سالهای 2000 در مسکو به سر می برد و به حمایت از حقوق مهاجران تاجیک مشغول بود. او در بهار سال 2020 مرکز تاجیکان مسکو را تأسیس داد و در ماه‌های اول پاندمی یک معرکه گسترده کمک به مهاجران بیکارمانده تاجیک را به راه انداخت. عزت امان روز 25 مارس سال 2021 همگی چند روز بعد لغو شهروندی روسیه‌اش به طور مرموز از مسکو غیب زد و 2 روز بعد در دوشنبه پیدا شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که عزت امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و به ضدش در اباب با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند. 19 اکتبر سال 2021 با حکم دادگاه شهر دوشنبه به 9 سال زندان محکوم شد. دادگاه نویه اسماعیل سامانی دوشنبه 6 ایون سال 2022 در یک مرافعه دیگر عزت امان را باز هم در قلابی گناهکار شناخت و به حکم او باز 6 سال دیگر افزود. عزت امان در محبس واقع در محل یکم سویتسک ادای حکم می کند. مقامات انگیزه های سیاسی در پرونده این حامی حقوق مهاجران را رد می کنند و اصرار می ورزند که عزت امان را برای فریب دادن مهاجران تاجیک در روسیه محکوم کردند، ولی طرفدارانش می گویند عزت امان برعکس از حامیان سرسخت پرجسارت حقوق مهاجران تاجیک بود. آنها پرونده های بزید او گشوده شده و 15 سال حکم زندانش را حامل انگیزه های سیاسی می نامند و به موقع انتقادی و نسبت به سیاست حکومت امروزه تاجیکستان به ویژه در مسئله مهاجرت ربط می دهند.